دوستان عزیز، امروز قصد داریم که در این ویدیو پرده از یک راز بزرگ و رانت میلیاردی در وزارت امور خارجه ایران برداریم و امیدواریم که مسئولین بعد از انتشار این اسناد و مدارک و این آمارهایی که ما اینجا افشا میکنیم پاسخگو باشند. می‌بینید که وزارت امور خارجه ایران بیش از 160 سفارت و کنسولگری در کشورهای مختلف جهان داره. به عنوان مثال در کشور آلمان 4 سفارت و کنسولگری قرار داره. در پایتخت آلمان یعنی برلین سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داره و در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ هم کنسولگری ایران برای ارائه خدمات به مردم دارید هستش. اما این وسط یه سری آمارهای عجیب و غریب بیرون میاد که شاید با شنیدن این آمارها و این درآمدهای میلیاردی دود از سر هر کسی بلند بشه. به عنوان مثال ما یک سرچ انجام دادیم در سایت کنسولگری ایران در شهر مونیخ آلمان و در قسمت هزینه ها اعلام شده که صدور ویزا برای هر گردشگر که در اروپا هستش و در اتحادیه اروپا پاس اروپایی داره 50 یوروه. و این نکته جالبتر به شما بگم که این آمارهایی که ما در این مستند افشا میکنیم، وزارت امور خارجه ایران سایر نهادها خیلی سعی میکنن که این آمارها رو پنهان بکنن و با قرار دادن یک سری پازل ها کنار هم و با مقایسه چندین تا آمار کنار هم دیگه و جمع و ضرب کردن ها ما تونستیم این آمار و ارقام محرمانه رو به دست بیاریم که هرچند یه سری از این آمارها و ارقام ممکنه که 5% اختلاف داشته باشه، اما به هر حال تنها روشی بودش که ما میتونستیم این اختلاس ها و رانت ها و پشت پرده ها رو افشا کنیم. اما آماری که مسئولین افشا کردن در سال 1396 599,756 ویزای گردشگری برای اتباعی که تنها از اروپا به ایران مهاجرت کردن صادر شد. توجه بکنید، من این آمارهایی که دارم به شما اعلام میکنم فقط از گردشگری که از اروپا به ایران اومدن ها، نه کسانی که از افریقا و امریکا و استرالیا و آسیای شرقی و سایر کشورها به ایران اومدن رو بخوایم حساب بکنیم. فقط گردشگری که از اروپا به ایران اومدن و براشون ویزا صادر شده 599,756 نفر بودن و طبیعتاً برای صدور هر ویزا طبق اون آماری که من از سایت کنسولگری ایران در شهر مونیخ آلمان به دست آوردم مبلغ 50 یورو هستش. هرچند این مبلغ 50 یورو ممکنه در کشورهای مختلف بالا و پایین داشته باشه، در سوئیس فرانک باشه، در انگلیس پوند باشه، یا بازم این که بعضی از ویزا ممکنه که امرجنسی و فوری باشه، مبلغ مثلا 2 برابر رو بخوام پرداخت بکنم. بعضی ویزاها به صورت مختلفی صادر میشه که اون مبلغ 50 یورو میانگین هستش که اگر ما این مبلغ 50 یورو رو برای 599,000 گردشگر در نظر بگیریم 29 میلیون یورو درآمد وزارت امور خارجه ایران تنها از صدور ویزا برای گردشگرای اروپایی هستش. آماری که هیچ وقت وزارت امور خارجه ایران افشا نکرده که میشه 434 میلیارد تومان درآمد وزارت امور خارجه ایران به صورت میانگین 36 میلیارد تومان در ماه درآمد وزارت امور خارجه از صدور ویزا. حالا سایر هزینه‌های صدور نمیدونم شناسنامه برای اتباع ایرانی و نمیدونم گواهی فوت و گواهی ازدواج و سایر خدمات بماند، این فقط صدور ویزا برای اتباع خارجی است. که یکی از مسئولین اومده بود مصاحبه کرده بود، گفته بود که ما کسری بودجه هم در وزارت امور خارجه داریم. پس این درآمدهای میلیاردی که از صدور ویزا به دست میاد، آقایون مسئولین وزارت امور خارجه، کجا داره هزینه میشه؟ یه نکته جالبتر هم وجود داره. گفته شده که مجموع بودجه جاری وزارت امور خارجه حدود 1300 میلیارد تومانه که 250 میلیارد تومان اون از محل درآمدهای اختصاصی وزارت خونه، درآمدهای کنسولی ناشی از صدور روادید و گذرنامه و مابقی از خزانه دولت تامین میشه. جالبه، گفتن که فقط 250 میلیارد تومانش از طریق ویزا بوده. پس این آماری که ما به دست آوردیم از طریق اون گردشگری که اومدن داخل ایران و 434 میلیارد تومان به دست اومده و ویزا براشون صادر شده،
کجا از این. اما نکته جالبتری که وجود داره حقوق کارمندهای وزارت امور خارجه ایران. میدونید که وزارت امور خارجه ایران 4000 تا کارمند داره، تقریبا 3000 تاش داخل ایران کار میکنن، 1000 تا از کارمنداش به عنوان سفیر و کنسولگر و سرکنسول 1 و 2 و کارمندهای بخش‌های مختلف سفارتخونه و صدور ویزا و جای مختلف هم در خارج از کشور که بیش از 1000 نفرن. حقوقشون هم بین 6000 یورو تا 15000 یورو. تو دولت آقای احمدی نژاد حقوق‌ها به دلار بود، بعد آقای احمدی نژاد فشار آورد، حقوق‌ها رو از دلار به یورو تبدیل کردن و حقوق‌ها بین 6 تا 15000 یورو. و اگر با دلار 14500 تومان حال حاضر ایران بخوایم حساب بکنیم، درآمد هر کدوم از افرادی که در سفارتخونه‌ها کار میکنن بیش از 217 میلیون تومان در ماهه. و نکته جالب‌تر این هستش که نه هزینه خودرو میدن، بهترین خودروهای دیپلماتیک زیر پاشون هستش، بهترین خونه‌ها رو بهشون میدن، نه هزینه آب دارن، نه هزینه برق دارن، نه هزینه‌های جاری دارن و هر کسی هم که مهمونی میاد پیششون قربونشون برم یا تاجرایی که هستن کلی بهشون امکانات میدن و کلی بهشون به قول خودشون هدیه و کادو میدن و حتی اگر ماشین هاشون هم جای بدی پارک بکنن چون پلاک دیپلماتیک جریمه هم نمیشن. و حقوق کارمند معمولی تو ایران اگر 1,200,000 باشه، معلمام که همینقدر میگیرن، بیشتر که نمیگیرن. یعنی هر کدوم از این کارمندهای سفارتخونه و سفرا و دیپلمات‌ها معادل حقوق 217 تا کارگر حقوقشونه. بعد هیچ کاری هم که قربونش برم نمیکنن که بیان مثلا گزارش عملکرد بدن، 2 تا قرارداد مثلا مهم اقتصادی بستن، 2 تا کار مهم اقتصادی کردن. احمدی نژاد به عنوان مثلا سفیر ایران توی انگلیس تنها کار مثبتی که میکنه توییت میکنه و یه 4 تا پست میذاره تو اینستا. چیکار میکنه؟ و معمولا خونه هاشون هم توی بهترین نقاط شهر، مرکز شهر، نزدیک سفارت و هر کاری هم که دلشون بخواد میکنن. و جالبه بدونید که بودجه وزارت امور خارجه ایران رو از 12,000 میلیارد تومانی که سال 97 بود به 26,000 میلیارد تومان در سال 98 ارتقا دادن. با این درآمدهایی که از تنها صدور ویزاست، من فکر کنم که وزارت امور خارجه بتونه یه پول دستی خودش به دولت بده. بعد جالبه که یه بودجه هم از دولت میگیره در حد 26,000 میلیارد تومان برای که بخواد بنده خدا مثلا خردشون بدن. بعد از اون طرف خب بله دیگه یه همچین پولای میلیاردی که بازم میگم تنها از صدور ویزاها در میارن، صدور شناسنامه، نمیدونم گواهی طلاق، گواهی ازدواج، نمیدونم گواهی فوت، شناسنامه، پاسپورت، گواهینامه، همه اینها هم جداگونه سفارتخونه پول دریافت میکنه بابتش. چه خدماتی رو به مردم با این درآمدهای میلیاردی که به دست آوردید شما دادید؟ کجاش تو جیب مردم رفته؟ فقط پورسانت ها و حقوق خودتون رفته بالا. بیاد به مردم گزارش بدید، به ایرانی خارج از کشور بگید آقا مثلا چه خدمات ویژه‌ای به مردم دادید، مردم ممنونتون میشن دیگه. خود آقای ظریف هم که قربونش برم بله دیگه میاد میونه برجام امضا میکنه، از اون طرف میان بهش سکه میدن و از اون طرف میان بهش جایزه میدن و کادو میدن و بعدش هم که تحریم برداشته میشه و نمیدونم میگن که آره اون چیزایی که آقای ظریف امضا کرده کش. من یه لبخند ملیانه‌ای میزنم میگه خب دیگه امریکا بوده دیگه، به تعهدات خودش عمل نکرده. بعد از اون بدتر و جالبتر اینه که توی لیست تحریم هایی که خود آقای ظریف رفته بوده امضا کرده بوده که ایران تحریمش برداشته بشه، خودشو تحریم کردن و گفتن که اگر مثلا توی اجلاسی که توی امریکا هست شما بخواید بیاد، بعد از هتل مثلا بری تا اون اجلاس رو بیای. بعد مصاحبه کرده میگه که من با این موضوع مشکلی ندارم و امریکایی‌ها همیشه زدن زیر قرار خودشون. آقای ظریف مثل که شما یادت رفته، آقای ظریف شما مثل که یادت رفته شما وزیر امور خارجه مردم ایران در امریکایی‌ها به عنوان یه شخص نمیره اونجا که بخواد به بر بخوره یا نخوره. این حرکت توهین به کل مردم ایرانه و بابت اون باج امتیازی که امثال تو به امریکایی‌ها دادن که اون توهین‌ها انجام بشه. چگونه بقیه کشورها براشون اتفاق نمیافته و برای شما اتفاق میفته که برای من هیچ مشکلی نیست. ببینید how hard that will make your work and whether you see this as a provocative action by the US. Well, it is certainly not a friendly action. It puts the members of the mission and the families under
basically inhuman conditions. But for me, it's fine because I don't have any work anywhere other than the 3 buildings to which I'm restricted. بله دیگه، چی بگم، هیچی نمیتونم بگم. یعنی اختلاس بانک ها و نمیدونم مؤسسات رو ول کنید، ببین چه بخور تو سفارت ها و کنسولگری هست. یه صحبت هم راجع به آقای بعیدی نژاد سفیر ایران توی انگلیس که به زودی راجع به شازده پسرت هم شگری میکنیم دیگه. یعنی اون با اون قیافش من نمیدونم که فقط امام و انقلاب اسلام فقط برای بچهای مردمه دیگه. این بچه خودت هم نگاه به تیپ و قیافش تو لندن بکنی قشنگ مشخص میشه که داره چی کار میکنه. در صورت امیدواریم که مسئولین پاسخگو باشن، بیان و راجع به این درآمدهای میلیاردی که هست پاسخگو باشن. لطف کنید شفاف سازی بکنید برای مردم که این پولایی که در میارید کجا خرج میشه. حتما این ویدیو رو هم به اشتراک بذارید که بقیه مردم هم آگاه بشن. مرسی که با برنامه پشت پرده همراه بودید.